خب آینه رو اینجا جا میندازیم به این صورت. اینا رو بکشیم کنار. این باید محکم سر جاش بشینه. آینه رو جا انداختیم. قشنگ ببینین دورشونو اینطوری در میاد. خب از اونجایی که کار رو شروع کردیم میایین تیرکه های جفت رو انتخاب میکنین. جفت باید اینجوری جفت باشن، یکی از این ور یکی از اون ور نه، جفت.